سلام به همه. من امروز میخوام در یکی از مهمترین جنبه‌های امنیت سایبری صحبت کنم، یعنی حملات سایبری و چگونگی اجرای آن. تو این مقاله من سعی کردم از سایت اتکماکر استفاده کنم و یه سری مقالات FBI بودش که راجع به حملات سایبری صحبت می‌کردش. در ادامه خواهیم دید که آقا این حملات چجوری انجام میشه، چه پیش نیازهایی داره و چه تکنیک‌هایی انجام میشه برای اینکه به اون اطلاعات دسترسی پیدا کنن یا اون اطلاعات رو بگیرن، نابود بکنن یا هر صورتی که هست. به صورت کلی میخوایم اول ببینیم حمله سایبری اصلا یعنی چی؟ این حمله سایبری به هر نوع اقدامی که برای نفوذ، آسیب رسانی یا دسترسی غیرمجاز به سیستم‌های کامپیوتری ما رخ میده رو میگن حمله سایبری. حالا این حملات ممکن توسط هکرها، دولت‌ها یا افراد مخرب یا حتی دشمنان خود ما رخ بده که میخوان اطلاعاتی که ما داریم رو از بین ببرن یا اطلاعاتی که داریم رو به دست بیارن. حالا این سرقت اطلاعات حالا میتونه جاسوسی باشه، جاسوسی صنعتی باشه یا حالا تخریب اون سیستم باشه به صورت کلی یک سیستم رو از بین ببرن یا ایجاد اختلال عمومی باشه. حالا بر اساس گزارش FBI که سال 2020 این گزارش اومده بود، سال زمان 2019 تا 2020 در زمان کووید، به دلیل افزایش تعداد افرادی که به صورت آنلاین یا دور کار میکردن یا به صورت حالا به خاطر اون بیماری کرونا کلا تمام کارها آنلاین شده بودش و خیلی چیزهای مهم اطلاعات رد و بدل میشد. حملات سایبری 4 برابر شده. یعنی مجرمان سایبری بیش از پیش تلاش میکنن تا فعالیت آنلاین خود مختل کنن. نکته قابل توجه این است که تاثیرات مخرب این حملات هر سال در حال افزایشه. یعنی هر چقدر ما لیر دفاعیمون میره بالاتر، لایه امنیتمون بیشتر میشه، اونها هم پیشرفت میکنن و حملات بیشتر میشه. برای مثال مثلا میخوام بگم سال 2017 ما حدود 197 میلیون پرونده دلیل نقص داده افشا شده یا ما هک داشتیم. این رقم توی سال 2020 به 37 میلیارد رسیده. یعنی چه رشد قابل توجهی که واقعا نشون دهنده این که چقدر این حملات گسترده شدن و هدفمند شدن. بر اساس گزارش IBM هزینه‌ای که سازمان‌های قربانی حملات متحمل می‌شوند به ویژه در آمریکا به طور قابل توجهی افزایش داشته. به عنوان مثال میگن از نقص داده از 7.91 میلیون دلار سال 2017 بوده این رقم، سال 2018 به 8.64 میلیون دلار در سال 2020 افزایش یافته. تو این قسمت ما می‌خوایم اهداف اصلی سایبری و حملات سایبری رو پوشش بدیم که حالا این اهداف مختلفی دارن که مهمترین اونها رو ما 4 دسته در نظر گرفتیم که حالا به صورت کلی اینجا میایم توضیح. ببین اولیش دسترسی غیرمجاز به اطلاعات هستش که میاد آقا هدف اصلی این کار چیه؟ دسترسی به اطلاعات حساس و محرمانه است که حالا این اطلاعات میتونه داده‌های شخصی باشه، مثل شماره تلفن همراه، شماره کارت بانکی شما، کلمه‌های عبورتون، رمز عبورتون یا اطلاعات هویتیتون. حالا ممکنه دسترسی به اطلاعات مالی یا شرکتی که دارید باشه یا اساس تجاریتون. آقا یک مثلا شرکت مثل کوکاکولا هستین میخوان دنبال اون فرمول کوکاکولا، بس به این صورت. حالا این اطلاعات به چه صورته؟ یا خودشون میان آقا مثلا اگه هویتیتون اطلاعات هویتیتونه میاد جعل هویت کنه و خود رو جای شما میزنه. مثلا خیلی جا دیدین که سیم کارت به نام شما خریداری شده. به این صورت حالا به صورت کلی دارم میگم. یا میان آقا این اطلاعات رو میفروشن به شرکت‌های بازارهای سیاه که مثلا دیدیم بعضی وقت ایمیل تبلیغاتی میاد که اصلا شما نمیدونید، به پیامک‌های تبلیغاتی میاد که به صورت عادیشو دارم میگم، حالا یعنی چیزی که قابل درک باشه. میان اطلاعات شما رو میفروشن برای تبلیغات، چیز حالا بگم حداقل چیز سفید و خوبه. دومیش میتونه اختلال در خدمات هستش. یکی دیگه از اهداف راجع حملات سایبری ایجاد اختلال در عملکرد سیستم‌های شبکه هاست. این نوع حملات میتونن به صورت موقت یا دائمی باشه که حالا این یعنی موقت دائمی اون سرویس ارائه دهنده یا شبکه‌تون رو از کار بندازه. برای مثال یعنی ساده ترین حالتش حملات دیداس هستش که میاد چیکار میکنه؟ باعث میشه سرورها و شبکه با حجم بالای از درخواست مواجه بشن و نتونن درخواست اصلی و درخواست مشروع پاسخ بدن. این حمله میتونه باعث قطع دسترسی کاربران به خدمات آنلاین بشه و خسارات مالی و اعتباری قابل توجهی به سازمان‌ها وارد بکنه که همون شما هم دیدین دیگه، همون جایگاه سوختمون اختلال در خدمات میشد به صورتی گفت بودش. سومی تخریب یا تغییر داده است که خب در برخی از حملات مهاجمان به دنبال تخریب، تغییر یا رمزگذاری داده‌ها هستند. یکی از شناخته شده‌ترین نمونه این حملات باج افزار است که در این حمله داده‌های سازمانی یا شخص رمزگذاری میشن و مهاجم در ازای یک مبلغ یک فی
میاد آقا میگه من این رمز رو بهت میدم در اختیارت که به اطلاعات خودت دسترسی داشته باشین که احتمالا خیلی برای خیلی اتفاق افتاده باشه. علاوه بر این مواجهان ممکنه داده رو تغییر بدن تا اطلاعات نادرست و گمراه کننده ایجاد کنن که میتونه به سازمان افراد آسیب بزنه. یعنی حتی اطلاعات رو آقا برگردوند یا حالا به صورتی چیز باشه مخدوش باشه یا اصلا اطلاعات رو قفل نکنه، اطلاعاتی که موجود بوده رو بیادش که تغییر ایجاد بکنه، مثلا یه سری حساب کردن‌ها باشه، یه سری فرمولای ریاضی بوده باشه که شما آقا انجام داده باشین، حالا بیان اونا رو عوض. چهارمیش جاسوسی و نظارت هستش. حملات سایبری میتونه تو این بخش ما میایم حملات رو سایبری رو بر اساس چارچوب سایت مایکروسافت اتک مورد بررسی قرار میدیم که وقتی وارد سایت میشین 14 تاکتیک به ما نشون میده برای حمله سایبری یا اون مراحل حمله سایبری رو بهمون نشون میده که این تاکتیک ها خودش شامل تکنیک های متعددی هستش که حالا من سعی کردم اونایی که مهمتره و به نظر خودم حالا ممکنه بعضی براش مهمتر باشه رو جمع‌آوری کنم و بهتون بگم. توی مرحله اول رکامنانس شناسایی که یکی از حیاتی ترین مراحل در فرآیند یه حمله سایبری هستش رو میگیم. در این مرحله مهاجم تلاش میکنه تا اطلاعات جامع و دقیقی در روی هدف خود جمع‌آوری کنه. این اطلاعات حالا ممکنه شامل ساختار شبکه‌اش، نسخه نرم افزاری که استفاده میکنه، پیکربندی اون سیستم و همچنین اطلاعات هویت کاربر یا مدیران اون شرکت باشه. هدف اصلی از این مرحله ایجاد یک تصویر کامل از محیط هدف تا مهاجم بتونه نقاط ضعف و آسیب‌پذیری احتمالی رو شناسایی بکنه که این اطلاعات به اون کمک میکنه تا روش‌های مناسب برای نفوذ یا به اون سیستم پیدا بکنه. برای جمع‌آوری اطلاع مهاجم ممکنه ابزارهای مختلفی استفاده کنه مثل اسکنرهای شبکه، ابزارهای شناسی آسیب‌پذیر، تکنیک‌های مهندسی اجتماعی استفاده بکنه. مثلا تاریخ تولدتون رو میان میپرسن، من این اطلاعات عجیب غریب. در این مرحله دو نوع شناسایی وجود داره: شناسایی فعال و شناسایی غیر فعال. در شناسایی فعال مهاجم به طور مستقیم با سیستم هدف تعامل داره. ممکنه اقدامی مانند ارسال پینگ، اسکن پورتتون یا یه سری کارهای دیگه کوئری ها اینا انجام بده روی سیستمتون. این نوع شناسایی معمولا خطر بیشتر داره زیرا ممکنه توسط سیستم دفاعی شناسایی بشه و لو بره. این در مقابل شناسایی غیرفعال هست که شامل جمع‌آوری اطلاعات بدون تعامل مستقیم با هدف، مانند استفاده از منابع عمومی، تحلیل ترافیک شبکه بدون ایجاد درخواست یا پینگ فرستادن یا بررسی اطلاعاتی که قبلا درس کردی که مثلا اون اطلاعاتی که اسنپ عزیز ما رو تو اینترنت فرستاد باشه. حالا توی بخش دوم سفر اشتباه جابجا کردم ببخشید. توی بخش دوم که گدر ویکتوم هاست اینفورمیشن هستش، در این تکنیک مهاجم تلاش کنه تا اطلاعات دقیق درباره سیستم قربانی به دست بیاره. این اطلاعات میتونه شامل مواردی مانند چطور میتونم بگم نسخه‌های مختلف نرم افزاری که نصب دارید، یعنی از نرم افزارهایی که روی سیستمتون نفوذ بکنه یا اون سرویس هایی که دارین، سرویس های در حال اجرا، همچنین تنظیمات شبکه‌تون یا غیر استفاده میکنن. این کار کمک میکنه که یه بستر مناسب برای مرحله بعدی که حالا اون حمله هستش ایجاد بده. مثلا به عنوان مثال شناسایی نقاط ضعف آسیب‌پذیری موجود در سیستم میتونه مهاجم کمک کنه تا راهکارهای موثرتری برای نفوذ به سیستمتون استفاده کنه یا حالا یه اختلال یا طراحی بکنه که اونو به سیستمتون وارد بکنه. روش مختلفی برای جمع‌آوری این اطلاعات وجود داره که ممکن شامل استفاده ابزارهای تشخیص، اسکن شبکه و فلان که تو همون مرحله اول گفتم باشه. توی سومی که گدر ویکتوم اینفورمیشن هستش، توی این تکنیک مهاجم به دنبال جمع‌آوری اطلاعات هویتی کاربران هستش تا آنها رو در مرحله بعد برای حمله استفاده بکنه. این اطلاعات شامل نام، آدرس ایمیل، نقشه که مثلا تو اون سیستم دارید، اطلاعات شخصی ترتون، محل تولدتون، سال تولدتون، اسمتون، فامیلتون، این طورها که حالا اطلاعات بانکیتون هم هستش. حالا این اطلاعات میتونن چجوری جمع‌آوری کنن؟ یه سری اطلاعات بدافزار به صورت تزریق اینجکت میکنن سیستمتون یا حالا فیشینگ و غیره. حالا این اطلاعات چه کمکی میکنه مهاجما؟ میخواد بدون جلب توجه به سیستم شما نفوذ میکنه که این اطلاعات معمولا برای دسترسی حالا باید شما منابع حساسی هستن یا دسترسی بدین، ولی حالا شما متوجه نمیشه که اون دسترسی رو دادین. روش مختلف برای دسترسی به این اطلاعات وجود داره که شامل تحلیل ترافیک، شبکه دستی پایگاه داده
قسمت سوم Gather Victim Information هستش که در این تکنیک مهاجم به دنبال جمع‌آوری اطلاعات هویتی کاربران هستش. هدف اون از این کار چیه؟ هدفش این اطلاعاتی اما جمع‌آوری بکنه اطلاعات شخصی ما عادی‌دامون اگر یه حالا ویکتوم یا حالا خودمون رو در نظر بگیریم یه اطلاعات شخصی ما که حالا ایمیلمون میتونه باشه، شماره موبایلمون میتونه باشه، آدرس منزل یا نقشی که تو اون سیستم داریم که اون شرکتی کار میکنیم هستش. میاد اونا رو جمع‌آوری میکنه که برای مرحله بعد که حمله هستش مورد استفاده قرار بگیره. بخش بعدی تاکتیک بعدی تاکتیک توسعه منابع هستش. به چه منظور هستش؟ یعنی مهاجما یا اون هکرها میان یه سری برای انجام حملاتشون ابزارها و زیرساختهایی فراهم میکنن که حالا این ابزارها میتونه بدافزار باشه، دامین باشه یا سرورهای اجرایی باشه یا حتی برای خودشون از قبل بوده باشه که میان آقا با اونا اطلاعات قربانی‌ها رو استخراج میکنن. اطلاعاتشون حالا ارز دیجیتال یا کارهای دیگه که از اونا میشه کرد. حالا عناصر کلیدی این تاکتیک چی هستش؟ یکیش دستیابی به قابلیت‌هاست که هکرها ابزار لازم برای حملاتشون از منابع مختلف تهیه میکنن. این منابع میتونه شامل بازارهای زیرزمینی باشه که در آن بدافزارها و کیت‌های بهره‌وری یا اون سرقت اطلاعات فروخته میشه یا حالا از کیت‌ها یا اون ابزارهایی استفاده میکنن که منبع آزاد باشه مثل میمیکس یا کلبالت استراک استفاده می‌کنیم که به راحتی در دسترس هست. شما به سرچ ساده میتونیم اونا دسترسی پیدا بکنیم. دومیش راننده زیرساخت هستش. برای اجرا حملات اون هکرها یا اون کسی مهاجما نیاز به زیرساخت مناسب داره. این زیرساخت شامل سرورها و دامنه‌ای باشه که اونا رو یا خودشون خریدن یا اجاره کردن یا حالا قبل داشتن که با استفاده از آن برای میزبان ابزارهای مخربی درست کنن که حالا میتونه حملات فیشینگ باشه دیگه که براشون بفرسته. سرقت منابع به چه صورت هست؟ برخی از هکرها میان به جای استفاده از منابع خودشون از منابع سیستم‌های قربانی استفاده میکنن، مثلا از سیستم‌های آلوده برای استخراج ارز دیجیتال یا آنجا فواید مخرب دیگه استفاده که این کار باعث میشه منابع سخت افزاری قربانی به نفع هکر کار کنه. یعنی حتی آی پی هکر هم دیگه نداریم، آی پی اون کسی که اون قربانی رو داره. بخش بعدی یا تاکتیک بعدی تاکتیک دسته اولیه هستش که به چه منظور هستش تو امنیت سایبری؟ به مرحله اولیه اشاره داره که یک مهاجم برای ورود به یک سیستم یا شبکه انجام میده که این مرحله میتونه شامل روش و تکنیک مختلف باشه که مهاجم اجازه بده تا سیستم هدف نفوذ بکنه. حالا من سه تا از این تاکتیک‌های عنصر کلیدیش رو آوردم که چجوری این نفوذ رخ میده. توی روش اول درایو و کامپرایز مهاجما از وبسایت‌های آلوده برای نفوذ به سیستم‌های هدف استفاده می‌کنن. در این نوع حمله کاربر معمولا با بازی وبسایت مخرب یا وبسایت معتبر طوری که به صورت مخفیانه، یعنی اون حتی اون اروری که گوگل به ما میگه آقا این سایت امن نیست رو نمیده، یعنی ولی سایت آلوده است، بدون که خودش متوجه بشه آلوده میشه. یه چیزی رو دانلود میکنه که مثلا فایل پی دی اف هستش، خیلی تاکید شده بود تو سر کلاس‌ها بهشون. این حملات اغلب از طریق سوءاستفاده از آسیب‌پذیری‌های موجود در مرورگرها یا افزونهایی که روی اون مرورگرها نصب میشه اتفاق میفته. قسمت دوم Exploit Public Facing Application هستش که در این تکنیک مهاجمان از آسیب‌پذیری‌های موجود در برنامه‌های کاربردی که به طور عمومی در دسترس هستند مانند وبسایت‌ها، سرورها، نرم افزارهای عمومی سوء استفاده میکنن تا به سیستم‌های هدف دسترسی پیدا کنن. این نوع حملات معمولا به دلیل عدم به‌روزرسانی نرم افزارهای تنظیمات نادرست امنیتی رخ میده که همون نمونهش رو دیدیم که تمام پروازها به خاطر یک آپدیت اشتباه یا حالا غلط از کار افتاده بود یا حمله سوختی خودمون یا حملاتی که به خاطر آپدیت نبودن اون سیستم عامل بودش یا غیر استفاده میشه. قسمت بعدی فیشینگ هستش که حالا یکی از رایج‌ترین و مؤثرترین تکنیک‌ها هستش توی دسترسی اولیه که در اون مهاجم از طریق ارسال پیام‌های مخرب به کاربر سعی در فریب اونا داره. این پیام میتونه به گونه‌ای طراحی بشه که کاربر ترغیب به کلیک روی لینک بکنه آقا شما برنده شدید فلان شد. دیدین که همه دیدیم، خیلی دیدیم. حالا وقتی لینکو کلیک میکنیم یه فایل آلوده برای دستگاهمون، گوشیمون، سیستممون یا اون چیزی نصب میشه که میتونه از طریق اون فیشینگ کنن یا از طریق ایمیل هستش. این لینک ها پیامک هستش، شبکه‌های اجتماعی هستش، سایر کانال ارتباطی که وجود داره. بخش چهارم یا حالا تاکتیک چهارم البته ترتیب ها به اون صورتی نیست که داخل اون سایت گفته شده، ولی من سعی میکنم اونایی که قابل تفسیرتر و واضحتر هست و اول بگم، ولی خب همه رو هم نمیرسم بگم.
داخل این ویدیو و حالا تو این PDF، یعنی PDF اولی که آماده کرده بودم از که 50-60 صفحه بود که خیلی سخت بود ریکوردش و سعی کردم کوتاه‌ترش بکنم، بیشتر توضیحات کلامی شفاهی بدم تا بتونم ریکورد بکنم. بخش چهارم یا حالا اجرای کار اکسکیوشن میاد، یعنی به صورت کلی مهاجم برای اجرای کدهای مخرب در سیستم هدف استفاده کنه. این مرحله معمولا پس از دسترسی اولیه اتفاق میفته و مهاجم اجازه میده تا کنترل بیشتر روی سیستم داشته باشه. تکنیک اکسکیوشن میتونه شامل اجرا مستقیم کد، اسکریپت ها، برنامه یا تا سوفت‌ور قابلیت سیستمال برای اجرای کد باشن که حالا پاورشل و بش و این چیزا هستن که جلوتر میگم. توی مفسر و فرمان، یعنی عناصر کلیدیش اولیش مفسر و فرمان اسکریپت هستش که این تکنیک شامل اجرای دستورات یا اسکریپت های مخربی است که مهاجم اغلب مفسرها از این کد استفاده میکنن، مفسرهای مخرب. حالا مفسرها یا CMD هن، پاورشل هن، بش هن و غیره. دومیش اسکیجول تاسک جاب هستش که میاد این تکنیک شامل استفاده وظایف زمان بندی شده هستش تو خود ویندوز یا حالا کرون جابز ها که تو لینوکس هستش برای اجرای کد مخرب در زمان مشخص، یعنی ممکن از قبل بوده باشه و مثلا در یک زمان مشخص فعال بشه اون CMD و به صورت خودکار سیستم هدف رو یا حالا نابود کنه، بهش دسترسی بده به صورت غیر. قسمت بعدی سافر دیولپمنت تولز هستش که حالا مهاجم ممکن از ابزارهای انتشار و نرم‌افزارهایی که طور قانونی برای نصب ابزار از سیستم استفاده میشن به جای کد مخرب استفاده بکنه. بعضی اوقات یه چیزی رو نصب میکنید، مثلا بازی‌های کرکی اینا قانونی نیست اونا، ولی سری برنامه هست قانونی. CMD که رام میشه ممکن مخرب باشه. مثلا نمونهش بخوام بگم کرک بازی هستین که والهالا نسخه امپرسش، نسخه اولیش که منتشر شده بود، CMD که وقتی رام میشد به صورت خیلی کمی شروع می‌کرد از سیستم ماین کردن. اونم ماین چه کوین خاصی بود، که از کوین های عجیب غریبی بود که زندگیم دیده بودم، ولی آره به این صورت هستش. قسمت بعدی یا حالا تاکتیک بعدی پرسایسنس یا ماندگاری هستش که به اقداماتی اشاره داره که اون مهاجم یا اون هکر میاد انجام میده در حساب کاربرمون، در دیوار دفاعی فایروالمون، که بعد از بروزرسانی یا ریستارت شدن یا بروزرسانی از سیستم اون ارتباط قطع نشه و بتونه نفوذ خودش رو توی سیستم حفظ بکنه. عناصر کلیدیش مهاجم با یه سری تغییرات تو اون حسابی که هست، حساب خودمون، یا ایجاد حساب کاربری جدید روی سیستم، دسترسی مداوم به سیستم ما رو تضمین میکنه. این شامل ایجاد حساب جدید، تغییر اعتبارنامه‌های برنامه هاست و حتی حساب کاربری یا مجوزهایی که خود کاربر برای سیستم تعیین کرده. قسمت بعدی حالا ریجستری رانکیز یا استارت فولدر هستش. مهاجم میاد با استفاده کلیدهای ریجستری یا پوش‌های راه‌اندازی که حالا ویندوز 64 یا حالا دریو C قرار داره تو سیستم ریجستری، برنامه مخرب خودت رو خودکار در زمان رانندگی سیستم اجرا میکنه. این تکنیک با وجود که تا هر بار بوت شدن سیستم کد مخرب خود اجرا بشه، یعنی آقا سیستم حتی خاموش شدن، یعنی با ریستارت شدن اون کد هی رفرش میشه، میاد بالا. قسمت بعدی بوت اور لوگان نه وب شل هستش. ببخشید اشتباه. وب شل هستش که مهاجم ممکن است از یک وب شل یا اسکریپت مخرب که روی یک سرور وب نصب میشه برای حفظ دسترسی به سرورهای وب استفاده میکنه. وب شل ها مهاجما اجازه میده تا دستورات سیستم عامل رو از راه دور اجرا کنن، فایل رو دستکاری کنن یا اقدامات خود رو انجام دهن. بخش بعدی یا تکتیک بعدی پریویلیج اسکلیشن هستش یا ارتقای سطح دسترسی هستش. این بخش حالا شامل تکنیک هایی هستش که مهاجمان از آن برای به دست آوردن سطوح بالاتر دسترسی استفاده میکنن در سیستم هدفشون. هدف این تکنیک معمولا دسترسی مدیریتی یا سیستمی است که مهاجم به امکان اجرای عملیاتی مخرب‌تر رو میده، به داده‌های حساس‌تری میتونه دسترسی پیدا بکنه و یا اون اطلاعات حساس‌تر رو بدزده، تخریب کنه یا تغییر بده، که بیشتر اوقات برای تخریب و تغییره. یعنی کمتر دیدم نفوذ اطلاعاتی حالا چیز اطلاعاتی رو بگیره. عناصر کلیدیش چی هستش؟ Explosion for Privilege Escalation هستش. حالا یعنی یکی از مهماش این تکنیک شامل سوء استفاده از آسیب‌پذیری‌های نرم افزاری که نصب هستش روی سیستم هستش برای ارتقای سطح دسترسی. مهاجم ممکنه از آسیب‌پذیری که یا برای اجرای کد با سطح دسترسی بالاتر از اون چیزی که در حال حاضر داره استفاده بکنه.
یعنی برای همین هستش که میگن تا نرم افزارهایی که روی سیستمتون هستش رو آپدیت نگه دارید که اون منافذ، یعنی اون راه‌های نفوذ رو تعیین میکنن، اون اپساز یا طراح اون برنامه حذف بکنه یا اصلاح بکنه که اون نفوذ دیگه رخ نده. قسمت بعدیش پروسس اینجکشن هستش که این تکنیک شامل تزریق کد مخرب به فرآیندهای در حال اجرای سیستم هستش. این عمل به مهاجم اجازه میده تا کد رو در بستر یک فرآیند که سطح دسترسی بالاتری داره اجرا بکنه و دسترسی این فرآیند سوء استفاده بکنه. بخش بعدی حالا Abuse Evaluation Control مکانیزم هستش که این تکنیک مهاجم رو از مکانیزم کنترل ارتقاء سطح دسترسی مانند یوزر، UAC، اکانت کنترل در ویندوز استفاده میکنن که مهاجم میتونه این تنظیمات و این مکانیزم رو تغییر بده یا دور بزنه که دسترسی خود سطح بالاتری ببره. من بخش‌های بعدی رو به صورت خلاصه‌تر میگم، چون اگر بخوام همه تکنیک‌ها رو به صورت کامل بگم وقت ویدیو واقعا خیلی طولانی میشه و اینکه PDF که ارائه باید بدم خیلی مشکل ساز خواهد بود برامون. به صورت شفاف تعیین میکنم کامل بگم قسمت‌های مختلفش رو و تاکتیک‌ها و تکنیک‌هاش رو که حالا بتونم تاثیر خوبی داشته باشه و حالا اطلاعات خوبی رو به شما برسونم. تاکتیک بعدی حالا دیفنسیو ایجنت یا دور زدن دفاع هستش. این بخش شامل تکنیک هایی است که مهاجم برای دور زدن یا غیر فعال کردن ابزارهای امنیتی مانند سیستم های تشخیص نفوذ، فایروال ها، نرم افزار ضد ویروس استفاده می کند. حالا این تکنیک فعالیت های مخرب کاری میکنه که فعالیت مخرب شناسایی نشن و مهاجم بتونه بدون جلب توجه به امنیت خود یا همون نفوذ خود ادامه بده. حالا تکنیکاش یا حالا رمزگذاری هستش که حالا مهاجم اطلاعات خود رو به گونه‌ای رمزگذاری میکنه که برای ابزار امنیتی قابل خوندن نباشه. مخفی کردن آثار هستش که حالا مهاجم لاک‌های سیستم یا فایل‌های مرتبط با حمله رو پاک میکنه یا تغییر میده تا رد پای خودش رو پاک بکنه. تغییر در فرآیند احراز هستش که مهاجم فرآیندهای استاندارد احراز هویت رو دستکاری میکنه تا بدون شناسایی شدن بتونه وارد سیستم بشه. تزریق کد مخفی یا اینجکشن هستش، مهاجم کد مخربی رو برنامه معتبر تزریق کنه تا ابزار امنیتی رو دور بزنه. حالا بخش بعدی حالا حالا دسترسی به اطلاعات احراز هویت هستش، حالا تلفظش رو دقیق نمیدونم. در این مرحله مهاجم به دنبال دسترسی به اطلاعات احراز هویت مانند رمز عبور، توکن ها، یا گواهی دیجیتال، سرتیفیکیت هایی که اون برنامه‌ها دارن هستش که به منابع حساس‌تر سیستم دسترسی پیدا کنه. دسترسی به اطلاعات میتونه مهاجم اجازه بده تا به صورت غیر مجاز به سیستم ها و داده‌های بیش از دسترسی پیدا کنه. کلا اصلا تمام این مراحل غیر مجاز هست. تکنیکاش میشه گفتش حالا استخراج اطلاعات از حافظه هستش. مهاجم میاد دسترسی پیدا میکنه با حافظه سیستم، حالا رمز عبور یا دیگر اطلاعات احراز هویتی که ذخیره شده رو سیستم رو استخراج میکنه. اجرای حملات فیشینگ هستش که مهاجم یا کاربران رو فریب میده تا اطلاعات احراز هویت خود رو از طریق ایمیل های جعلی و وبسایت تقلبی فاش کنه. دستیابی به فایل‌های پیکربندی و رمزگذاری شده هستش که مهاجم یا فایل‌هایی که اطلاعات احراز هویت در آنها ذخیره شده است را پیدا کرده و رمزگشایی کنه. تاکتیک بعدی حالا تاکتیک دیسکاوری و کشف اطلاعات هستش که حالا در این مرحله مهاجم سعی می‌کنه تا اطلاعات بیشتری درباره محیط هدف خود جمع‌آوری کنه. این اطلاعات میتونه شامل جزئیات شبکه، خدمات در حال اجرای دستگاه، حساب‌ها، کاربرا باشه. در این مرحله مهاجم کمک کنه تا برای حملات بعدی خود برنامه‌ریزی کنه. یعنی حالا به این صورت نیست که الان نفوذ نکردن. دیسکاوری زمانی رخ میده که حالا بعد از اون دسترسی اولی رخ میده که آقا به دسترسی رسیده، میادش که یه سری فرآیند دیگه رو انجام میده که به دسترسی بیشتری پیدا بکنه به اون سیستممون. حالا میاد تکنیکاشو بگم. کشف اطلاعات سیستم هست. مهاجم اطلاعات مانند نسخه سیستم عامل، پچ امنیتی نصب سیستم، حالا اپ ها هم هست. بعضی اوقات بعضی اپلیکیشن هایی که دسترسی بالاتری دارن هم پچ اونها رو بررسی میکنه. کشف سرویس های شبکه هست. مهاجم سرویس های در حال اجرای روی شبکه رو شناسایی میکنه تا نقاط ضعف احتمالیش رو پیدا بکنه. شناسایی کاربران و گروه ها. مهاجم کاربران و گروه موجود در سیستم شناسایی میکنه تا به حساب کاربری آنها دسترسی پیدا کنه یا حمله بکنه. خب بخش بعدی تاکتیک بعدی لترال موومنت یا حرکت جانبی هستش که این مرحله شامل حرکت یک سیستم به سیستم دیگر هستش که در شبکه قربانی
مهاجم بتونه نفوذ خود رو گسترش بده و منابع حساس‌تری رو پیدا کنه. تکنیکاش چیه؟ استفاده از خدمات راه دور. مهاجم از ابزارهای مدیریتی استفاده میکنه برای دسترسی به سیستم‌های دیگه استفاده از حساب‌های معتبر. مهاجم از حساب‌های کاربری با دسترسی بالاتر برای دسترسی سیستم‌های دیگر استفاده میکنه. حملات فیشینگ داخلی هستش که مهاجم کاربر داخل رو هدف قرار میده تا اطلاعات هویتی یا سطح دسترسی اونها رو به سیستم بسنجه و ببینه. مرحله بعدی جمع‌آوری داده یا کالکشن هستش. در این مرحله مهاجم داده‌های مورد نظر خود رو از سیستم قربانی جمع‌آوری میکنه تا برای استفاده بعدی ذخیره کنه یا حالا از بین ببره یا بفروشه. به این صورت هستش. تکنیکاش چیه؟ ضبط صفحه نمایش یا اسکرین ریکوردی که میکنه. مهاجم فعالیت کاربر عکس یا فیلم میگیره حالا برای جمع‌آوری اطلاعات یا نمیدونم برای چه صورت خودمان کامل این بخش رو متوجه نشدم. ضبط کلیدهای فشار داده شده است یا حالا میان کیبوردمون رو ریکورد میکنم برای پیدا کردن رمزمون، پیدا کردن اطلاعات کاربریمون. به این صورت هستش که میادش نمیدونم یک به صورت بدافزار روی سیستم نصب میشه که حالا به تمام چیزهایی که در طول روز ما تایپ میکنیم، چه سرچمون چه چیزها، لوگین ها، سایت ها رو ریکورد میکنه و برای اون هکر یا مهاجم میفرسته. جمع‌آوری داده از رسانه‌های ذخیره‌سازی هستش، حالا اون کلاود ها هستش. حالا توی ایران اونقدر اینجا نیفتاده ولی مهاجم داده ذخیره‌شده روی دیسک ها، فلش ها، کلاود ها رو استخراج میکنه. اگر کلاودتون رو همون رمزهایی باشه که مثلا قبلا از مرحله قبل تونسته پیدا بکنه. بعد مرحله بعدی کامندن کنترل یا فرمانده کنترل هستش. اون هکر یا مهاجم از طریق این مرحله با سیستم آلو ارتباط برقرار میکنه تا دستورات خود رو اجرا کنه که حالا یا داده رو جمع‌آوری بکنه یا سیستم رو نابود بکنه یا اطلاعات تغییر بده. از این سوالات خارج نیستش. حالا تکنیکاش چیه؟ استفاده از کانال‌های رمزگذاری شده. مهاجم ارتباط رمزگذاری شده از جلوگیری از شناسایی تبس ابزار امنیتی استفاده میکنه یا همون تور کردن یا آی پی چنج بشه یا حالت‌ها اینطوری. استفاده از پورت‌های غیر استاندارد. مهاجم برای پنهان کردن ترافیک خود از پورت‌هایی که استفاده میکنه به طور پورت‌های غیر معمولی استفاده میکنه که مثلا نرم افزار امنیتی نشناسن اون پورت‌ها رو. استفاده از داده‌ها از طریق پروتکل‌های مختلف. مهاجم داده‌ها رو از طریق پروتکل‌های ارسال می‌کنه که ممکن است کمتر تحت نظر باشن، یعنی پروتکل‌هایی که بیشتر استفاده نمیشه. توی مرحله بعد که اکسلریشن یا استخراج داده هستش، این مرحله به خروج داده‌های حساس یا ارزشمند از سیستم هدف گفته میشه. حالا انتقال اون به یه مکان دیگری است یا حالا اطلاعات رو خارج میکنن. دوباره گفتم به صورت که یه پولی بدین تا ما اون اطلاعات رو بهتون برگردونیم و این صورت ها رخ میده. حالا در این مرحله باید چجوری باشه این تخلیه اطلاعاتی طوری که حالا اون سیستم هم کاربر متوجه نشه، چون نمیتونن یک جا بگیرن، خب یک جا اگر ببرن متوجه میشه. چجوری باشه کاربر اول متوجه نشه، دوم سیستم امنیتی شناسایی نکنتش. حالا به چه صورت هستش؟ یا طریق وب سرویس های که AIP دارن. مهاجم داده از طریق‌های شبکه‌های ارسال میکنه، از شبکه‌های مختلف ارسال میکنه برای سیستم هدفش. استفاده از رسانه‌های فیزیکی هستش. مهاجم از ابزارهای مانند فلش، مموری سوخت فیزیکال، مثلا سیستم‌های جاهایی که خیلی مهمه اصلا دیدین نه پورت یو اس بی دارن، نه سی دی دارن، نه چیزی که نتونن اطلاعات رو ببرن. یا به صورت استفاده از کانال‌های مخفی. مهاجم از کانال‌های غیر مخفی نیست، یعنی حالا پورتایی هستن که کمتر اوقات چک میشن، غیر معمولن، پنهونن. حالا مرحله آخر که ایمپکت یا اون تاثیر یا حالا حمله هم میشه گفت هستش. هدف این مرحله ایجاد آسیب یا اختلال در سیستم هدف هستش. مهاجم میتونه داده ها رو تخریب کنه، اطلاعات رمزگذاری و قربانی بگیره، باج بخواد که گفتم به چه صورت هستش، یا کلا یه سری سرویس ها روی سیستم غیر فعال بکنه یا که کل سیستم از کار بیفتش. حالا به چه صورت هستش؟ تخریب داده هستش. اون تکنیکش مهاجم داده رو کامل از بین میبره یا کامل کار میکنه اون داده‌ای که ما قبلا رو سیستم داشتیم تغییر بکنه. رمزگذاری اطلاعات هستش. مهاجم اطلاعات تاثیر رمزگذاری کرده برای بازداشتن قربانی پول میگیره یا فیلم میگیره. غیر فعال کردن سرویس به چه صورت هستش؟ مهاجم سرویس‌های کلیدی رو خاموش کنه تا سیستم نتونه به طور صحیح عمل کند.
بیشتر آخری سرویس‌های مهم برای شرکت‌ها و یا حالا سانتریفیوژها هستشون یک لحظه درخواست خنک کردن دستگاه کمتر بیاد و انفجار رخ بده. سایت اتک میراد یه سایت خیلی خوب هستش برای بچه‌هایی که میخوان توی حالا اون هم با نوع حملات سایبری آشنا بشن و نحوه دفاع آنها، که یعنی من چند وقت گذاشتم براش، واقعا خیلی چیز جدید یاد گرفتم. هم برای بچه‌ای که واقعا میخوان هکر شن، یعنی شما واقعا اطلاعاتی پیدا میکنید که میتونید باهاش یاد بگیرید چه مراحلی چه پله پله طی بکنید که به سه یه نفر نفوذ پیدا کنید. این بود ارائه من راجع به حملات بر اساس چارچوب میراد اتک. امیدوارم تا اینجا با من همراه بوده باشید. ببخشید اگر کم و کاستی داشته، متاسفانه حالا میکروفون خوبی نتونستم تهیه بکنم و امید داشتم سر کلاس ارائه بدم. کسرا برناکی هستم. همین.